جشن 3000 سالگی حصار که سال 2015 با شکوه و شهامت تجلیل گردید تا حال از دستاوردهای حکومت شهر و حتی کشور تلقی می شود. اما پس پرده این جشن صحنه‌های نمایش نداده باقی مانده اند که اساساً صحنه‌های تراژدی هستند. 1.5 سال قبل از جشن هنوز در اوایل سال 2014 حکومت شهر حصار با از خانه‌هایشان خیزاندن ده‌ها عائله و ویران کردن خانه‌های آنها شروع کرد. به بیخانه شده ها وعده دادند که در کمترین فرصت برایشان زمین جدا گردیده مبلغ خانه‌هایشان پرداخت خواهد شد. اما با گذشت بیش از 5 سال مردم نه تنها مبلغ خانه‌های ویران شده اشان را نگرفتند، بلکه به قسمت زیاد آنها حتی زمین جدا نشده است. به عرض و شکایت‌هایشان باشد همیشه پاسخی یکسان می‌گیرند. قرار رئیس شهر حصار درباره دادن قطعه زمین به آنهایی که خانه‌هایشان با سبب بنیاد انشاءات جشنی ویران کرده می شود و پرداخت مبلغ ساختمان خانه نو به آنها هنوز 2 اپریل سال 2014 تحت رقم 448 امضا شده است. قیمت خانه‌های ویران شده نیز همان زمان معین گردیده قرار پرداخت مبلغ خانه‌ها صادر شده است. از آن زمان قرب پول ملی 2 برابر کاهش یافته، قیمت محصولات ساختمان نیز همین قدر بالا رفته است. یکی از این جبردیده ها ساکن شهر حصار خورشید طاهرов است که خانه‌هایش به خاطر جشن ویران کرده شدند. او میگوید بارها به مقامات مراجعت کرده است و 4 مراتبه به قبول رئیس ناحیه هم رفته است، ولی پاسخ رئیس همیشه یکسان است: همین که بهانه مردم را پرداخت کردین، مبلغ خانه شما را نیز پرداخت میکنیم. من ساکن شهر حصار شاگرد خورشید رایل میکنیم. من شکایت از روی حکومت شهر حصار کرده هستم که تا حال از 2015 تا 2019 مبلغ خانه من را بر نگرداندند. خانه من را برای 3000 سالگی حصار برطرف نمودند و وعده داده بودند که مبلغ خانه شما پرداخت کرده می شود. لیکن تا حال 4 مرتبه با رئیس ناحیه عرض شکایت‌های خود را رساندم، لیکن تا حال فقط وعده می‌دهد که کاری که من مزد مهنت مردم رو دادم بعد مبلغ خانه شما رو برمیگردانم. برای همین من می‌خواهم که نسبت حقوق ویران کنی حکومت حصار نسبت من یگان چورای ضروری خود رو اندیشه و به من یاری کمک خود رو رسانید. از شما خواهش می‌کنم که به عرض دادی من رسید. طوری در معلومات نامه‌ای که به طاهرов داده اند دیده می شود قیمت خانه ها را در همان وقت 204,563 سامان مقرر کرده بودند. البته این قیمت به مراتب کمتر از قیمت اصلی خانه ها بود، اما همان را هم تا حال پرداخت نکرده اند و ضرر طاهرов تنها از حساب قرب بیش از $20,000 است. آن زمان مبلغ معین کرده مقامات قریب به $42,000 برابر بود. حالا باشد همگی $21,000 را تشکیل می دهد و زمان پرداخت این مبلغ هم هنوز مشخص نیست. بعد جشن 3000 سالگی حصار، رئیس همان وقته شهر حصار عثمان سبزوف از وظیفه‌اش برکنار شد. او را بر رشوه‌خواری و از خودکنی مبلغ‌های جشنی متهم کردند. برای انشاءات جشنی آن زمان 148 میلیون سامانی حدود 30 میلیون دلار جدا شده بود که یک قسمتش برای پرداخت به آنهایی که خانه‌هایشان ویران کرده شده است پیش بینی میشد. اما این مبلغ‌ها به کیسه کیها رفتند تا حال پاسخی مشخصی وجود ندارد. حقوقشناس شیرین ابرانووا به پیام گفت باید اول شهروندان را به منزل تأمین می‌کردند یا مبلغ نرخ‌گذاری شده از جانب مقامات مربوطه را برای خریدن منزل پرداخت می‌کردند، بعد صاحبان منزل را از منزل‌هایشان می‌خیزانیدند. جمشید یاروف، حقوقشناس دیگری تاجیک، در صحبت با خبرنگار ما در شهر این قضیه گفت که وقتی حکومت به خاطر ساختمان انشاءات دولتی منزل شهروند را می‌گیرد، باید به شهروند یا مبلغ ارزش خانه را پرداخت کند و یا منزلی برابر ارزش برایش داده شود. طرز
گرفتن قطعه زمین برای احتیاجات دولت و از این لحاظ ویران کردن منزل استقامتی شهروندان در اساس کودکس گراجدانی، در اساس طلبات کودکس منزل جمهوری تاجیکستان به صورت می آید و اگر منزل استقامتی شهروند منزل کرایه‌ای باشد، مطابق ماده 69 کودکس منزل جمهوری تاجیکستان باید با جای خانه استقامتی ویران کرده با شهروند خانه استقامتی دیگری برای زندگیشان مناسب داده شود که با طلبات سانیتری و گیگینی موافق است و در شرط اساسیش که باید شهروندان نیز از حکومتداران همین را طلب کنند، در حدود همان محل اهالینشین باید این منزل باشد. خیلی ممکن است که شهروند منزلش در مرکز پایتخت باشد و با او خانه از طرفهای راحتی دهند. این خیلی ممکن نیست. در همون محل باید باشد، در همون شرط و شرایط، برای که با زندگی شهروندان با رفت و آمد با مکتب با باغچه و دیگر اون حالتهایی که شهروند عادت کردن و معمول است باید خلل کرده نشود. ولی اگر منزل استقامتی شهروند همچون مالکیت خصوصی او باشد، در این مورد ماده 118 کودکس منزل به کار درآورده می شود و در آنجا نیز همین سخن آورده شده است و قسمتی آن میتونم با شما خوانده دهم. اوید آن سخن می رود که فرقیت نرخ منزل میداده شده و فرقیت با منزل خانه ویران کرده شده. اگر منزل داده شود که نرخش از منزل ویران شده بسیارتر باشد، در این مورد حکومت حقوق طلب کردن فرقیت را از صاحب ملک ندارد. ولی اگر منزلی که ویران کرده می شود برای احتیاجات دولت و منزل داده می شود که نرخش از ویران شده با مراتبه یا که چند مراتبه یا چند قیقی نباشد زیاد است، در این مورد حکومت وظیفه دار است که فرقیت این مبلغ را برگرداند دهد. حکومت باید مبلغ را برای شهروندان یک باید دهد. قسما در یگان جای قانون ها نوشته شدگی نیست. عموما این خیلی طلبات نیست که قسما ممکن است داده شود. وقتی که منزل شهروند را ویران میکنند، شهروند یک حالت استرس می باشد. در این مورد با او قسما دادن مبلغ استرس او را یک حالت او را بسیار موجه میکند. با اون نمیتواند که یک منزل خوب برای خود موافق برای خود خریداری کند یا که ساختمان کند و نمیتواند اون احتیاجات برای زندگیش را پورا کنی کند. در اینجا درباره مسئله ساختمانی نیز گفتن ممکن است که شهروندانی که منزل استقامتیشان را از طرف حکومت ویران کرده میشوند، حقوق افضلیت نوکی گرفتن همون مسئله ساختمان را با نرخ ارزانتر دارند نسبت به دیگران. شهروندان حقوق دارند که طلب کنند که در فلان منزل برای ما در فلان محل برای ما منزل استقامتی سازید، پول از طرف حکومت در کار نیست، ما رفته در همونجا زندگانی میکنیم. این حقوق شناس تاجیک میگوید با سوء استفاده اینکه مردم از مقامات هراس دارند و شکایت نمی کنند، مبلغ‌های ارزش منزل ساکنانی که در جای منزلشان انشاءات دولتی بنا شده است با راه فساد مبلغ تا دست صاحبش رسیدن از جانب منصبداران تصرف می شود. آیا که برای چی حکومت جمهوری تاجیکستان قسما به مردم مبلغ برای وضع منزل‌های ویران کرده اونها میدهد و اون رو هم خیلی دیر میدهد؟ فقط یک چیز گفته میتوانم که چون که سیستم فساد زده هست در جمهوری تاجیکستان حکمران میباشد، اون مبلغ هایی که جدا کرده میشوند باید جدا کرده شوند از بودجه دولت. اونها روی راست به این اشخاص نمیآیند، در راه نابود میشوند، گم میشوند و حکومت هم به جایی که درباره فکر شهروندان خود باشد، درباره آبادی شهروندان خود باشد، این مبلغ ها رو به دیگر جشن ها، به دیگر معرکه های بی معنی و یگان بیفایده صرف میکند.
اساس همین است که من از شهروندان خواهش میکردم که حقوق خودشان را دانند و حتما طلب کنند. منزل استقامتی یکی رو ویران کردن باید دستجمعان مراجعت کنند که حقوق او اوید با گرفتن منزل نو با منزلی که با حالتهای سانیتری و گیگینی موافق است، تمام شرایط زندگی رو دارد، متر مربعش همون متر مربعی که منزلی رو ویران کردهش داشت و زیادتر داشته باشد، در محلی باشد که در آنجا این اشخاص زندگانی میکند و جبران پولی طلب کنند. همینجا باید قید کنم که عثمان سبزوف سابق رئیس حکومت شهر حصار تنها در جشن 3000 سالگی مردم را به خانمان نکرده است. ماه فوریه سال 2017 دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان اعلان کرد که عثمان سبزوف غیر قانونی با جدا کردن 400 قطعه زمین امضا کرده است که این قرارها بعداً از طرف دادستان بیکار کرده شده، زمینها به دولت برگردانیده شدند. یعنی سبزوف با عوض رشوه زمین جدا کرده است، اما صاحبان نوی زمین هم از پول و هم از زمین محروم شده اند. مسئولین امروزه شهر حصار نیز چندان از سبزوف ماندنی ندارند. خورشید طاهروف میگوید نه تنها به مراجعت های شفاهیش بلکه به عریضه هایش هم همیشه پاسخ های یکسان میگیرد. او نسخه 2 پاسخ مقامات حصار را به پیام فرستاد که در آنها تنها 3 فرق میکند. در این پاسخهای حکومت شهر حصار از ماه‌های ایون و سپتامبر سال 2018 بعد 4 سال ویران کرده شدن خانه‌های مردم گفته می شود برای طاهروف 2 قطعه زمین در جماعت دهات دهقان‌آباد پیش بینی شده است، اما چون این زمین‌های کشت آبی می باشند آن در بررسی حکومت جمهوری قرار دارد. درباره پرداخت مبلغ خانه‌های ویران شده اش هم به طاهروف در هر 2 مکتوب پاسخ‌های یکسان داده اند. این هم باشد این است که بعد از تامین گردیدن مزد مهنت مؤسسه‌های بودجتی مسئله مذکور در دایره امکانیت‌های مالیوی دیده برآمده می شود. 4 سال است که مزد مهنت مؤسسه‌های بودجوی یگانه بهانه حکومت شهر حصار برای پرداخت نکردن مبلغ‌های خانه‌های ویران شده باقی می‌ماند.